خب بچه‌ها نگاه کنید سوال 55 رو ببینید. گفته عدد 462 رو در نظر بگیرید. اگر به رقم یکانش 3 واحد اضافه بشه و از صدگانش 2 واحد کم بشه چه عددی به دست میاد؟ میخوایم ببینیم عدد ما چیه. عددمون 462. چی میشه آقای اکبری؟ چی نتیجه؟ جواب میشه چی؟ بگو. آره جواب میشه خب عددمون که این بود 462. گفت از دهگانش چه اتفاقی باید دهگان بیفته؟ به دهگان 3 تا اضافه کن، یعنی این شیشه باید بشه 9. صدگان چی؟ چه اتفاقی باید صدگان بیفته؟ 2 واحد کم بشه، یعنی 4 بشه 2. آفرین. الان پس چه عددی به دست اومد؟ 292. پس عددی که به دست میاد بعد از این دوتا اتفاقی که براش افتاد عدد 292 هست. ممکن هست به ما بگه که مثلا چقدر اضافه یا کم شده. اگه بگه اون عدد اولیه با عددی که به دست آوردی اختلافش چقدر میشه، من باید چیکار کنم؟ اختلاف یعنی آفرین. اگر بخوام اختلافش رو به دست بیارم، عدد اول و با عددی که به دست آوردیم اختلافش رو حساب کنم، اختلاف به دست آوردن یعنی منها کردن. پس اگر حرف از اختلاف زده بود من باید منها می کردم. اینجا از ما نخواست ولی باید حتما صورت سوال با دقت بخونیم. اگر اختلاف از ما خواسته بود ما باید این کار رو می کردیم. 462 رو منهای 292 می کردیم. اختلافش میشه چقدر؟ 0. 2 منهای 2 0. 6 منهای 9 میشه؟ نه، یه دسته باز میکنیم. این میشه 3. این میشه 16. 16 منهای 9 7. 3 منهای 2 1. اختلافشون 170 تاه. خب الان بریم سوال 56. شبیه همین سوال یه نمونه دیگه بهتون بگم. بریم سراغ سوال 56. آره نوشتم اینا بسرم. 292 اختلافشون هم 170 تا شد. درست شد؟ خب بریم سوال بعدی. یک عدد 3 رقمی داریم